درود خدمت علاقه‌مندان و دوستان ورزش، عرض ادب و احترام میکنم صمیمانه خدمتتون با یکی دیگر از برنامه‌های سود از چنل سود در یوتیوب خدمتتون هستم. با افتخار و درباره موضوع بسیار مهم باهاتون صحبت خواهم کرد. موضوعی هستش که درباره یکی از ورزشکاران مردمی ایران و کسی که الان چندین ماه این نظام نمیذاره، اجازه کار بهش نمیده، به خاطری که اون مردمی بودن مهرش رو پیشونیش خورده، اما با مردم بودن رو ترجیح داده با حکومت بودن و کار کردن به هر قیمتی. میریم و برمیگردیم خدمتتون هستم. بینندگان عزیز و ارجمند، علاقه‌مندان و دوستان ورزش، ایرانیان درجه یک، بسیار خوشحالم که خدمتتون هستم تو یک شنبه شب از قاب دوربین چنل سود در یوتیوب. به اتفاق دوستان و همکارانم، به خصوص دوست خوبم شهرین ادیتور برنامه، به حضورتون رسیدیم تا درباره اتفاقات حواشی ورزش یعنی با هم صحبت بکنیم. موضوعی که امشب براتون تدارک دیدیم بحث ممنوع‌الکاری یحیی گل محمدی، سرمربی سابق پرسپولیس، کسی که افتخارات زیادی با این باشگاه کسب کرد، مربی هستش که در هر کجا بوده کار کرده و افتخارات زیادی کسب کرده، چه در ذوب‌آهنی که بود، چه در تیم‌های مختلف و تیم‌های مثل پدیده مشهد، شهر خودرو یا تیم‌هایی که پیش از این بوده. هر کجا بوده، در تراکتور تبریز، هر کجا بوده جوانان بسیاری رو به این فوتبال مملکت تقدیم کرده. چهره‌های زیادی که الان در فوتبال ایران دارن کار میکنن و واقعا زمانی که بی‌نام بودن مثل علی بیرامن و خیلی های دیگه، دانیال اسماعیلی‌فر و بازیکنان دیگه با یحیی گل محمدی کار کردن. در پرسپولیس هم که افتخارات زیادی رو کسب کرد، قهرمانی‌های متعدد، همین آخریش هم سگانه‌ای که فصل قبل با پرسپولیس کسب کرد. اما من تو ماهای قبلم توی برنامه‌های مختلف سود یا سود پلاس، جاهایی که دعوت بودم صحبت کردم درباره یحیی گل محمدی که از من میپرسیدن. اونجا به واقع و صراحتا من اعلام میکردم که آقای گل محمدی رو نهادهای امنیتی و به خصوص اطلاعات سپاه نمیذارن کار بکنه و کار رو به جایی میرسونن که یحیی گل محمدی خودش دیگه جمع کنه بره و اصلا به قول خیلی ازی زله بشه، یا اصلا بگی آقا من دیگه نمیخوام کار بکنم، استعفا میدم و میرم. یعنی استعفاش دادن، اخراج محترمانه. و اینکه آقای گل محمدی داره هزینه چی رو پرداخت میکنه؟ هزینه با مردم بودن و هزینه کنار مردم ایستادن و کنار امثال علی کریمی، علی دایی و اسطوره‌های مردم، رسول خادم، کنار اینها وایسادن هزینه داره. یعنی مقابل نظام باشی. مقابل نظام یعنی اینکه آقا اون منویات اونا رو انجام ندی و خدمتتون عرض بکنم راهی رو بری که راه درسته، یعنی با مردم بودن. علی کریمی، علی دایی، این اسمایی که من میبرم نامهای بزرگی هستن. رسول خادم، درود به شرفشون، یحیی گل محمدی، حسین معینی، وریا غفوری، اینا نگاه بکن، اینا ورزشکارانی هستن که جلوشون تابلو ورود ممنوع، جلوی اسمشون تابلو ورود ممنوع رو این نظام فاسد و آدمکش اسلامی جلوی اسطوره‌های مردم گذاشته. نظامی که الان نگاه بکنیم مثلا توماج صالحی رو چجوری حکم به اعدام بهش میدن. یه هنرمندی، یه هنرمند مردمیه، هنرمندیه که با مردم هست. همین هنرمند دیوان عالی کشور چند ماه گذشته تبرئه‌اش کرده، اما دادگاه انقلاب اصفهان که یه نهاد پایین دستی، پایین تر از دیوان عالی کشور، میاد توماجو به اعدام محکوم میکنه. چرا؟ چون اینها همیشه قبل از اینی که فکر بکنن سعی میکنن اون کار رو انجام بدن، بعد که انجام میدن میشینن فکر میکنن. یعنی هیچ فکری پشت کار نیست. هیچ اتاق فکرشون همش دنبال زدن و کوبیدن و خلاصه بستن و به زندان بردنه. الان یحیی گل محمدی هم
حالا نمونه دیگه این قصه است. آقای گل محمدی این فصل در پرسپولیس نمیخواست بمونه، اما اونا خیلی به صورت موذیانه و هدفمند گذاشتن کار بکنه و به رضا درویش هم اعلام کردن که نگذار بره، بذار بمونه تا زمانی که ما اعلام بکنیم. بعد گفتن آقا براش بازیکنم نگیر و شرایط رو طوری رقم بزن که یحیی گل محمدی طاقتش تاب بشه و خودش جمع بکنه بره. یعنی سناریو رو اینجوری نوشته بودن، اون اتاق فکری که تو اطلاعات سپاه هست و قسمت ورزش در اختیارشونه، به خصوص فوتبال، دوستان آقای تاج اومدن گفتن آقا ما یه همچین کاری با جواد نکونام کردیم توی قبل از اینی که اصلا لیگ امسال شروع بشه و ایشون بشه سرمربی استقلال. جواد نکونام یه آدم خنثیه، یعنی تو همین قیام زن زندگی آزادی هم نه استوری نوشت نه حمایت دیگه نه کاری که نه کنار علی کریمی، وریا غفوری و علی دایی وایساد، کاری هم نکرد. اما چون میخواستن به لجنش بکشن و ایشون هم دوست داشت که همین اتفاق بیفته و به هر قیمتی بره نیمکت استقلال بشینه، بهش گفتن آقا باید بیای اون ندامتنامه رو امضا کنی در رسانه‌های گروهی و رسانه‌های اصلی و سایت‌های مختلف خبری این باستا پیدا بکنه و اینکه آقا بگن ایشون اومده توبه نامه ندامتنامه نوشته و از رهبر نظام اسلامی عذرخواهی کرده و همه این کارا اتفاق افتاده تا ما اجازه رو بدیم که وارد کار بشه، بتونیم در استقلال بره و کار بکنه. الان که داریم می‌بینید یعنی یه جورایی قبول که به لجن کشیده بشه و اون برچسب حکومتی هم بهش بخوره، اما دوست داشت تو استقلال باشه. یعنی گفت آقا من هر کاری تن به هر ذلتی میدم، اما میخوام تو برم رو نیمکت استقلال بشینم و الان هم داریم میبینه که چجوری ول نمیکنه کارو، به خاطری که خب اون قبلا اون اتاق فکر میدونسته چی کار بکنه و یعنی جواد نکونام الان در استقلال داره کار میکنه اما پسوند مردمی نداره. این به واقع باید گفت. یه جواد نکونام اگر اون کاری که اونا گفتن انجام نمیداد الان امکان نداشت رو نیمکت استقلال باشه. اینو خودش هم میدونه. حتی توی اون جلسه معارفه‌ای که تو استقلال بود آقای کریمی هم اونجا، حجت کریمی هم حضور داشت، توی موبایل آقای کریمی که زنگ خود یه لحظه الان تصاویرش از برید اصلا نگاه بکنید، خود جواد نکونام اصلا یه لحظه جا میخوره و رنگ و روش زرد میشه. اونجا میگه که آقا گفتن نه، ولی خب کار انجام شده بود و ندامتنامه رو ایشون نوشته بود و توبه نامه و گفته بود هر چیزی شما گفتی من دارم انجام میدم که بتونم رو نیمکت استقلال بشینم. یعنی بودن به هر جهت و با هر روشی رو قبول کرد. اما یحیی گل محمدی همون کاری که همون بلایی که سر کریم باقری آوردن، اما کریم باقری سر خم نکرد. گفت آقا من نه علی کریمی رو آنفالو میکنم، نه پستا رو پاک میکنم، نه ندامتنامه رو امضا میکنم، نه توبه. من کاری نکردم، من کنار مردم بودم و این وظیفه منه که کنار مردم باشم. یعنی شرافتش رو به بالاترین نحو ممکن نشون داد کریم باقری و گفت آقا من دوست دارم تو پرسپولیس باشم، تیم محبوب منه، با سالیان سال توی این تیم بودم، اما نمیخوام به هر قیمت. واقعا اگه این کارو میکرد الان کریم باقری تو نیمکت پرسپولیس بود، قرارداد چند ده میلیاردیش هم میبست، اما شرافت و انسانیتشو لگدمال نکرد و خدمتتون عرض بکنم نخواست باری به هر جهت باشه و نمیخواست که میخوام به لجنش بکشن. این خیلی فارسی سلیس و راحته و گفتش آقا من کنار مردمم، وامدار مردمم و عاشق این مردمم و به خاطر این مردم تن به هر ذلتی نمیدم. علی کریمی دوستمه، علی دایی، من با اینها سالیان سال بودم و هیچ موقع نمیخوام که عزتم لکه‌دار بشه. یحیی گل محمدی هم همینه. یعنی یحیی گل محمدی واقعا تا اون زمان بازی با مصر رفسنجان در نیم فصل 3-4 بار استعفا داده بود، اما به دلایل مختلف که گفتم اون اتاق فکر میخواست یحیی گل محمدی بمونه و خودشون میدونستن که کی باید ایشون رو
به در خروج نزدیک بکنن، بارها به آقای درویش گفتن که استعفای یحیی گل محمدی رو قبول نکن، بذار بمونه. هم بمونه، همین که آقا خواسته هاشو برآورده نکن، بذار کنار، بذار مقابل تماشاگرانش بذاریم. ما مثلا تو بازی با عدوال تماشاگران خشمگین پرسپولیس، خب تیمشون چون از لیگ قهرمانان حذف شده بود، کادر فنی به بازیکن‌ها رو سیب قرار دادن و همین رو این نظام و اون امنیتی‌ها و میز فوتبال تو اطلاعات سپاه هم دوست داشت این اتفاق بیفته و اونجا استعفاشو قبول نکردن. کار به جای رسید که در بعد از بازی ما مثل رفسنجان، خب پرسپولیس هم نیم فصل رو با نتیجه بد تموم کرده بود، از لیگ قهرمانان هم حذف شده بود. اونجا جایی بود که دیگه گفتن آقای درویش استعفای یحیی گل محمدی رو قبول کن، چون آقای درویش خب میدونید دیگه اون مدیرانی که میان بالا سر استقلال پرسپولیس مدیرانی هستن که ماشین امضا، هیچ اجازه و هیچ جسارتی از خودشون ندارن دیگه، یه کوکشون میکنن و برنامه بهشون میدن، میگه اینجوری که ما میگیم بعد بره. همین اتفاقو رقم زدن و رضا درویشی هم که هر 3 روز یه بار ول میکرد میرفت کربلا، تو انقدری که ایشون کربلا رفت، عراقی‌ها تو خود عراق انقدر تو حرمای کربلا نبودن. یعنی مدیری که بعد بالا سر کارش وای میستاد، هر هفته هر ماهی 2 بار 3 بار ایران ول میکرد میرفت اونجا و واقعا میره پرسپولیس چه بلایی امسال سرش اومد، سر همین مدیریت غلط و ناکارآمدی که داشت. یحیی گل محمدی به واقع میتونم بگم که تک و تنها و دستانه بود، نه بازیکنی واسش گرفتن. نمیخوام من دفاع صرف ازش بکنم، اما اون چیزی که واقعیت دارم میگم، نگذاشتن کار بکنه و نمیخواستن بمونه، میخواستن کاری بکنن که خود جمع بکنه بره و همین اتفاق هم افتاد. و الانی که یحیی گل محمدی پیشنهاد تراکتور رو داره در فولاد، که پیشنهاد فولاد خوزستان رو داشت همین 2 ماه پیش، قبل از این که عبدالله ویسی و احمد آل نعمه اون قبل از عبدالله ویسی باشه، زمانی که سرمربی اسپانیایی رو یه جورایی محترمانه اخراج کردن، فصل قرارداد کردن، با گل محمدی تموم کرده بود، اما یحیی گل محمدی اجازه کار نداره. من گفتم به دلیل، به همون دلایلی که عرض کردم، آقا باید گفتن که علی کریمی رو باید آنفالو کنی، پستاتو در مورد قیام زن زندگی آزادی پاک کنی، بیای ندامتنامه و توبه‌نامه بنویسی، از رهبر ایران عذرخواهی بکنی و در رسانه‌های گروهی به چاپ برسه، اعلام بشه و عموم مردم بدونن که آقای گل محمدی گفته من یحیی گل محمدی هم این کارا رو مثلا به اسم مردم کردم، اما الان توبه کردم، اشتباه کردم و نه علی کریمی میشناسم نه علی دایی رو میدونم کیه و منویات نظام رو میخوام انجام بدم. اما تا اینجای کار که من خدمتتون هستم، یحیی گل محمدی زیر بار نرفته. همین قراردادی که داشت میبست با تراکتور تبریز، خب تراکتور سازی واقعا یه گزینه داشت، اونم یه گل محمدی بود، میگفتن گزینه خارجی، اما گزینه قطعیشون یحیی گل محمدی بود. باهاش هم صحبت کرده بودن، اما تا الانی که من دارم خدمتتون هستم و تو این برنامه داریم با هم صحبت میکنیم و گپ و گفت داریم، مسئولان و سران تراکتور تبریز نتونستن اون مقامات امنیتی و اطلاعات سپاه رو، گفتم اون میز فوتبال در اطلاعات سپاه رو راضی بکنن که آقا یحیی گل محمدی بذارید برگرده به فوتبال و تراکتور از بحران در بیاره. گفتم شرط‌های هم اون شرط‌های اصلی رو گذاشتن که باید این کارا انجام بشه. ما یحیی گل محمدی رو مردم بگیم که آقا ایشون اون آدمی نیست که شما فکر می‌کردی، الان ما هرچی گفتیم گفته باشه انجام میدم، چون میخوام به هر قیمتی بیام وارد کار بشم. تا الان که اتفاق نیفتاده و دلایلی هم که گل محمدی نتونسته وارد لیگ برتر و فوتبال بشه، بازگشت به فوتبال بشه، این هاست. تا همینجام دمش گرم. اگه من مطمئنم اگه این کارهایی که میگفتن انجام میداد، خب قبل از همین تراکتور با فولادم بسته بود، تیم آماده ای هم بود، بازیکنم زیاد داشت، امکاناتش هم فوق العاده بود. خب کجا بهتر از فولاد خوزستان یا مثلا همین تراکتوری که مشکل مالی نداره و اصلا پول براشون مطرح نیست. اما تا الان یحیی گل محمدی تن به ذلت نداده. امیدوارم که من خیلی دوست دارم خب بیاد تو فوتبال و آدم با شخصیتی کاربلد بیاد کار بکنه. حیفه
یه مربی مثل یحیی گل محمدی تو خونه بشینه، مربیان بزرگی مثل علی دایی، گل محمدی یا کریم باقری که خودش به غیر از مربیگری اتوریته و کاریزمای درجه یک داره که میتونه رختکن هر تیمی رو جمع بکنه، اینها حیفن که تو فوتبال ما نباشن و یه سری مربیان دم دستی و به قول فوتبالی عضو میخوام دوزاری بیان تو فوتبال مملکت و کار بکنن. امیدوارم که روزی برسه که اسطوره‌های مردم مثل رسول خادم، علی دایی، علی کریمی، حسین ماینی، وریا غفوری، گل محمدی و چندین و چند الناز رکابی و خیلی از ورزشکارانی که با مردم بودن و انتخاب اول و آخرشون بوده و دوست نداشتن. آقا گفتم ما از فوتبال میریم، حذف میشیم هستن، اما نمیخوایم این مهر بدنامی و مهر دولتی بودن و ضد مردمی بودن. او کما این که داریم میبینیم یا علی دبیر، نیمان اکیسا، خیلی از همین بازیکنایی که الان داریم میبینیم، روزبه چشمی یا مهدی ترابی، خیلی های دیگه شون که فرقی نمیکنه چه استقلال چه پرسپولیس چه تیمای دیگه یا رشته های دیگه هستن، اینا آقا اینا نونشون از سو حکومت در میاد، اینا با مردم کاری ندارن، اینا مردم رو نمیخوان. اونها میدونن جنس این آدمایی که دارن باهاشون کار میکنن چی جوریه و کار براشون با اونا راحت تره. اما افرادی مثل یحیی گل محمدی و کریم باقری این آدمایی که شناسنامه دارن، این آدمای کاریزما. شما نمیتونید علی دایی رو برداری بیای بگی که آقا یه فلان چیز امضا کن بعد میتونی بری پرسپولیس، میتونی بری بالاتر از اون یا کار دیگه. آقا میگه من نمیکنم این کارو، میرم تو خونم میشینم، میرم حالا اصلا بیزینس هم میکنم یا اصلا کار نمیکنم، اما ذلت رو نمیپذیرم. این مهمتره. رسول خادم رو شما نگاه بکنید، الان اومدن گفتن که اصلا حضور رسول خادم و تیمی که داره در سیستان و بلوچستان یه سناریوه، یا مثلا میخوان خودشون خودشیرینی کنن یا هزار داستان دیگه. هر چیزی هم که شما میگه اگر درست باشه، اونا تو اون شرایط سیستان و بلوچستان، تو اون وضعیت افتضاحی که اون استان و مردمش با اون وضعیت عدیده فلاکتی که سر سیل و سر اتفاقات دیگه‌ای که دارن، اگه شما مردشی بری همون کاری، همون چیزی که الان شما داری به رسول خادم میگی بری همون انجام بدی. چرا نمیری؟ چرا یه روز نمیری تو اون افتضاحی که سیستان بلوچستان بر روستاهاشو برید نگاه بکنید، خونه‌ای که مردم نداشتن، همون کپرهایی که داشتن همه رو سیل برداشته برده، تمام زندگیشون و دامشون و همه چیشون رو برداشته برده. رسول خادم داره مردونگی میکنه با پرویز پرستویی و چندین میشه، حسن رحیمی و کسایی دیگه رفتن اونجا دارن کار میکنن. شما بلدید برید انجام بدید. اگه سناریو، اگه هر داستانی که هست 2 روز برید، اگه مردید برید اونجا وایس، اگه شرافت دارید برید کار بکنید. میتونید؟ قطعا نمیتونید، به خاطری که جنستون از این جنس این افراد نیست. شما از بدنه و برآمده مردم نیستی. کسی مثل علی دبیر تکلیفش معلومه. هنوز که هنوز اون املاک نجومی زمان شهرداری آقای قالیباف گیره ایشون و هادی سای کسای دیگه اومده، اصلا هنوز تکلیفش معلوم نشده. میلیاردها تومان که الان به صدها میلیارد و رقم‌های عجیب و غریبی که دیگه رسیده در اختیار این افراده. مگه اینا ول میکنن این کارو؟ مگه بیزینسی که آقای هادی سایی تو اسب و جاهای دیگه داره، چطور اینا میرن خب دیدار رهبر ایران، رهبر نظام و تبعات رفتن اونجا، امکانات و امتیازهایی که بعدن دارن میگن. کسی مثل علی دبیر مردم رو میخواد چیکار؟ ایشون تو مهر خیانت و ذلالت روی پیشونی ایشون هست. اما افرادی مثل علی کریمی، علی دایی، کریم باقری، رسول خادم، یحیی گل محمدی و افراد دیگه که الان زمان نیست من اسمشون رو بیارم، اینها میگن آقا ما حاضریم همه چی اونو فدا بکنیم اما کنار مردم باشیم. دمشون هم گرم، واقعا درود به شرفشون. من از همینجا تمام قد بهشون احترام میذارم و کلاه هممون از سر بر میداریم به خاطرشون. چون من میدونم اگه کریم باقری تن به همچین ذلتی میداد، واقعا الان تو هر جایی که میخواست بره میذاشتن کار بکنه. اما چرا نکرد؟ به خاطری که عزت و
شرافتشو نداشت لکه دار بشه. یحیی گل محمدی هم الان همینه. آقای گل محمدی درود به شرفت و مطمئنم اینها در کتاب تاریخ ورزش و شرافت ایران نامشون به نیکی یاد میشه کنار مردمم انقدر با شعور و عاقل و درجه یک هستن که میدونن که چه افرادی باهاشونن چه افرادی مقابلشونن. قبل از اینکه برنامه رو تموم بکنم تسلیت صمیمانه عرض میکنم به عادل هردانی عزیز، دوست خوبم، ملی پوش اسبق فوتبال ایران، در تیم‌های فولاد، استقلال اهواز، استقلال تهران بازی کرد، مربیگری چند تیمو بر عهده داشت. در تیم ملی زمان علی پروین بود، زمان ناصر خان اجازه روحشون شاد، در استقلال بود و یه مهاجم گریزپا بود، فوق‌العاده بود، گلزن بود. به غیر از فوتبال بازی کردن یه انسان درجه یک از خطه خوزستان بود. عادل چند روزی در سوگ مادرش نشسته، روح مادرش شاد باشه. عادل عزیز از طرف خودم و دوستانم و بینندگان این برنامه صمیمانه به تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که غم آخرت باشه و همیشه در زندگی موفق باشی. خودت، همسرت، سجاد عزیز و تمام مردم خوزستان. واقعا غم بزرگه در غربت که نتونی کاری بکنی، نتونی گریه بکنی، نتونی بری کنار آرامگاه مادرت و اونجا عزاداری بکنی و در غربت باشی و خیلی شرایط سخته. یعنی امیدوارم برای کسی اتفاق نیفته، اما از صمیم قلب عادل عزیزم تسلیت عرض میکنم. سالیان سال تو برنامه سود، اگه شما بزرگواران یادتون باشه، کارشناس برنامه سود بود، درجه یک صحبت میکرد، همیشه فوق‌العاده بوده و هستی عادل عزیز. هممون به یادتیم و امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشی. وظیفه خودم میدونستم که از طریق این برنامه به عادل هردانی عزیز تسلیت بگم و دمت گرم عادل جان. بینندگان عزیز و ارجمند، در پایان برنامه دوست خوبم شروین راههای ارتباطی ما با شما رو زیر اسم لطفا ما رو لایک بفرمایید، سابسکرایب بفرمایید و فالو در اینستاگرام. منتظر نظرات خوبتون هستیم. دم همتون گرم، شب روزتون خوش، خدا یار و نگهدار.